و استاد یک نفر در مورد همین پرسیده که کسبشان تارتپزی هست، در همین روزها زکس بسیارتر می شود. مقصد در همین اگر گفته فروشن گناهکار می شوند، یعنی همین کارشان درست باشه. عادتشون همینه که تارت می فروشن همیشه، کسب همیشگیشونه در این روزا بسیارتر. بله، در این باره علما رحمت الله علیهم گفتند که اگر کسی که سالش 12 ماه تارت ساخته می فروخته باشد، در این روزها هم فروختنش اجازت است، فقط به این شرط سناهم گادم عید مبارک ننویسند در بالاش. یعنی که عادتشان از عادت پیشینه فرق نکند. عادتشان از عادت پیشینه فرق نکند. گفتیم چه خیلی که می فروختن همین خیلی، یعنی در رویش یگان رمز دینی، رمز ایدی آنها نقش نکنند و یگان چیزی ننویسند.